این قسمت شاهراهی که شمال تاجیکستان را با مرکز می‌پیوندد شب 2 ایون فرو رفته است. 35 متر راه در حدود دهه خوشکت ناحیه عینی کاملا ویران شده است. سببش هم آسیب پذیر بودن راه کوهستانی در برابر فلاکت‌های طبیعی گفته می شود. فروروی این پیامد بارش‌های پی در پی قبلا رخ داده می باشد. حادثه طبیعی است. ولی دارای تکنیک‌های پراقتدار زمانوی می باشد و همین بود که ساعتی 4:30 صبح حرکت نقلیات پورا تامین کرده شده. قسمتی یکمی راه برقرار کرده شد. کارمندان شرکت IRS که مسئول نگهبانی راهند با برقرار کردن راه شروع کردند. شفط کوه را کندن، راه موقتی گشادند تا حرکت در این راه مهم قطع نشود. ساکنانی که در نزدیکی زندگی می‌کنند از صدای کندن راه به دهشت افتادند. بچه‌م همین گلدر ما گفتم این چیکار باشد. خستم برومدم بچه‌م این طرف نگاه می‌کردم این طرف زر کرد. یا وقت بود ترسیدم گفتم که توبه کردم زمین لرزید شد است. من همین آدما تو فهمیدم که زمین در لرزش. یا وقت برومدم این بچه‌م اومد است که ستکی وای کنم سنگ فروم ماندم گریزت که حاضر همه وایرو میکنن. گرفتن که گلدر زده فرومدم من چند متر ستکی پتکی همه زده ما ترسیده خون درون برفتیم بچه‌م. مسئولان شرکت میگویند ضرورتی از نو ساختن راه پیش آمده است. اینجا از جمله خطرناکترین قطعه راه دوشنبه چناق است و در آن احتمال هر لحظه ریختن کوهپاره وجود داشته است. از این راه 368 کیلومتری که شرکت‌های چینی سال 2010 به استفاده دادند، روزانه هزاران نفر می‌گذرند و هزاران تن بار نیز از مرکز به شمال و از شمال به مرکز می‌رود. قطع حرکت در آن اکثراً به اقتصاد آسیب پذیر تاجیکستان تأثیر منفی می‌گذارد. حداقل در 10 سال اخیر این بار نخست است که در شاهراه دوشنبه چناق، یکی از شاهراه‌های اساسی تاجیکستان، چنین حادثه رخ می‌دهد و چطوری که خود شما نیز می‌بینید در این قسمتی را که حدود 35 متر را تشکیل می‌دهد، علاوه اسفالت پر خراب است و راه هم پورا خراب شده است و مسئولین شرکت IRS میگویند مهمتر از این است که در وقت رخ دادن این حادثه در این قسمت راه یگان نقلیات خودرو و یا شهروندان نبودند و در این حادثه یگان شهروندان و یا واسطه های نقلیات آسیب ندیدند. مولا رجب یوسفی، شادمان یتیم، آزادی، ناحیه عینی.